سلام، 0 و 1 هم. امروز اومدیم یک معادله درجه دوم با هم حل بکنیم. فقط فرقش اینه در زمان بسیار کوتاه‌تر و توی حدود چیزی که میخوایم بنویسیم سریع به همون جواب رو بده. خیلی سریع، فکر کنم خیلی 14 خط و چیز کنه بگیره و پیشنهاد مردم پایتون توتوریال رو بلد باشید و اگه خوشتون اومد لایک کنید، ساب کنید تا هر روز این خانواده ما بزرگتر بشه و اینکه بیشتر افراد این چیزو ببینن، از این آموزش‌ها بتونن استفاده کنن. اگه کارشون جایگیری بود بدون هیچ معطلی بزن بریم سراغ ویدیو، بزن بریم. خب برای این کار یه فایل جدید میسازیم، اسمشو میذاریم maths.py و خلاصه همین اولین قدم تو اینه. این پی وایش مهمه. می‌نویسیم from math import بگیر برای من square root رو. خب a b و c که شکل کلی مورد درجه دوم منهای اگه میخوایم x1 و x2 رو به دست بیاریم ما به چیز نیاز داریم، square root یا همون رادیکال نیاز داریم. این اینتیجر رو می‌نویسیم اینتر آ. این که دارم من این کار میکنم دلیلش اینه که بذارید دلیلش هم بهتون میگم. obviously دیگه ما تو فرم کلی مورد درجه دوم داریم که x2 به علاوه به x به علاوه 3 مساوی 0. سر همون obviously داره دیگه. ضریب a میشه a، ضریب b میشه b، ضریب c هم میشه c. سر همین obviously رو میخواد وارد کنیم. اینپوت کن برای من اینتر b و اینتیجر اینپوت کن برای من اینتر سی. به سلامت و خرسندی. همونطور که میدونید خب الان ما این کار رو انجام دادیم، ولی خب دلتا رو الان میخوام یه جوری به دست بیاریم. یا بسیم دلتا مساویه با به 2 منهای 4 تا با 3. به این صورت این دلتامون به دست اومد. یه x1 داریم، یه x2 مون هم مونده، منهای به تو پرانتز بذاریم چون قراره خیلی کلی بشه، به علاوه اسکوئر روت رادیکال دلتا تقسیم بر 2 منهای بی منهای اسکوئر روت کال دلتا تقسیم بر 2 آ. خب پرینت بگیر برای من دلتا مساویه با دلتا و این به علاوه نذارید، این چیزی بذارید بهتره. x1 مساویه با x1 x1 مساویه با x1 x and و این دیگه بر نمیخوام بذارم x2 مساویه با x2 به همین ترتیب که دیدید. فکر کنم الان کارم در اومده و بریم تو یک مثال حل کنیم ببینیم. اوکی، 1 منهای 5 و منهای 6. 1 منهای 5 و منهای 6. من دوباره این معادله رو حل کردم، یه بار از قبل حل کرده بودم. بله 49 و منفی 1 درست به دست آوردیم. ولی من میخوام چیز کنم، یه حالتهای چیزی توش ایجاد کنم که این متن بیشتر بنویسیم، کاملتر باشه. خب یک بچه شاید مثلا چه بدونم نخواد x1 x2 رو به دست بره، صرفا میخواد ببینه معادله 2 ریشه موهومی داره، ریشه حقیقی نداره.
یا اوضاعش چطوره. خب یا دلتا بیشتر از صفر یا کوچیکتر از صفر یا مساوی صفر، که اگه مساوی صفر باشه یه ریشه حقیقی داره، بزرگتر از صفر میشه 2 ریشه حقیقی و کوچکتر از صفر هم که اصلا ریشه حقیقی نداره. میرسیم ایف. ببخشید من دارم تون صحبت میکنم، نمیخوام وقتتون رو بگیرم. میگیم اگر دلتامون مساوی صفر بود، برای این دوست خوبمون که قراره مثلا از این استفاده کنم، پرینت بگیر ریشه حقیقی نداره. ولی اگر دلتامون بزرگتر بود از صفر، به چه صورته؟ قطعا پرینت بگیر که 2 ریشه حقیقی دارد. خب یه حالت دیگه هم داریم دیگه، اگه دلتامون مساوی باشه، با مساوی رو گذاشتیم آره، اگه دلتامون کوچکتر باشه از صفر که اصلا ریشه حقیقی نه. اگه دلتامون واسه ببینم من فکرم یه اشتباهی کردم تو، اگه دلتامون مساوی صفر باشه یک ریشه حقیقی داره، اجازه بدم ریشه حقیقی نداره. ریشه حقیقی کلش رو بکنم یک ریشه حقیقی دارد. خب درست. و اگه دلتامون کوچکتر از صفر باشه ریشه حقیقی نداره. خب الان یه دوست خوبمون مثلا از این چیز میگیره، پرینت میگیره و میگه که اینتر باز من همونا رو باید میکنم 1 -5 -6. خب 2 ریشه حقیقی دارد، درسته. من میتونم اگه بتونم یک مثال خوب دیگه هم پیدا کنم فوق‌العاده میشه. کسریه بذار همینو بریم 9 - 6 و -3. 9 من یه بار دیگه برنامه رو میگم وسواس اینو دارم. 2 - 6 و -3. دلتا شد 144 و ببینم به چه صورت. این اومده با ساده کردن و چیزی رفته، یه خورده ایکس هاش عجیب غریب در اومده، ولی خب مهم نیست. من بازی یه ذره شک کردم سر این قضیه، بذار یکی دیگرم بگیرم حل کنم مطمئن بشم دارم درست میرم. مثلا همین خیلی خوبه 1 7 12. ببینم این باحال باید باشه 1 7 و 12. دلتا مساوی 1 -3 و -4 درسته. من سر قبلی یه خورده عجیب شد قضیه، گفتم نکنه اشتباه رفتم، نکنه قبلی شانسی به دست اومده اینا، ولی به هر حال دیدید که درسته. همین 14 خط کافیه براتون تا یک معادله درجه 2 رو حل بکنید، دیگه نیازم نیست بشین حل بکنید دستی 2 دقیقه طول بکشه و اینا. به همین طریق این از آموزش امروز. اینم یه نوع زنگ تفریح بود با هم. کلا این کانال زیاد تو محور آموزش نیست، خوشم زیاد نمیاد آموزش بدم، ولی شاید یه روز آموزش دادم و دیگه همین. اگه خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید و دیگه همین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.